زباله زباله زباله. خیلیاتون ازم درخواست کرده بودین که راجب معضل زباله داخل روستاهای گیلان، حالا کلا راجب روستاها یا گیلان یا هر جا ویدیو درست کنم. این ویدیو برای شماست که درخواست کرده بودین و بقیه که میبینن. چرا؟ چون زباله یه معضل خیلی بزرگه اینجا که هنوز حل نشده بعد از کلی سال. حالا قبل از هر چیزی باید اول بریم که من خودمو از این وضعیت نجات بدم، چون الان هوا گرم شده ولی من نمیتونم کلاهمو بردارم، انقدر موام درب و داغونه و دارم میام آرایشگاه یکی از دوستام خیلی کارش خوبه و اینم جز امکانات ماست. چند سال کیش کار میکرد، الان 1 سال خورده یه برگشته دوباره همینجا کار میکنه و بریم که اول اصلاح کنیم. یکی از بزرگترین معضلاتی که ما اینجا داریم زباله است و ربطی به بومی و غیر بومی و اینکه کی مقصره نداره. دلیلش اینه که سایت دفع زباله اینجا وجود نداره. توی شهر ما، شاهین شهر که بعد نگید چرا نمیگی کجا، توی شهر ما چون اطرافش تمام بیابونه، خب دفع زباله خیلی راحته، میرن یه جا رو میکنن، بعد اونا رو چال میکنن، خاک میریزن روش، تمام میشه میره. خب ولی اینجا به خاطر اینکه همه جا یا جنگله یا رودخونه است یا شرایط اینجوریه و زباله ریختن اکوسیستم رو میریزه به هم به شکل خیلی فجیعی، چون این شیرابه‌ها وارد سفره‌های آب زیرزمینی میشن، وارد رودخونه ها میشن، راه میافتن میرن اینور اونور، شرایط سخت‌تره. اینجا باید زباله سوز بذارن. حالا اینکه چرا نمیذارن، چرا گذاشتن، چرا کار نمیکنه، چرا درست کار نمیکنه بماند، ولی در جریان باشید که گیلان سالهاست مشکل زباله داره، سالهاست. و شاید راجب کوه زباله سراوان شنیده باشید که توی این قسمت واقع شده، روبروی ما نیست، چه هلوش مثلا فکر کنم 7-8 کیلومتر اینجوری با ما فاصله داره، ولی توی جنگله، توی جنگل سراوانه که چندین سال زباله های سراوان و اطراف اومدن اونجا دپو کردن و یه فاجعه زیست محیطی اونجا درست کردن. چرا؟ چون این شیرابا راه افتاد داخل رودخونه و هی اومدن ایراد گرفتن و درگیری شد و زد و خورد شد و فلان و اینا. قرار شد زباله سوز بذارن، سایتو ببندن، که هنوز دارن زباله سوز میذارن و میبندن. اینجا تا صحبت زباله میشه همه میگن وای غیر بومی اومدن، وای این مسافرا میان، وای فلان. ولی من با این 2 چشمای خودم کلی دیدم که بومیا زباله، سیگار و نمیدونم پلاستیک و اون پاکت ایناش که هیچ، اینا که اصلا تجزیه پذیره. اینا میدونین که وقتی میفته رو زمین تبدیل به سیب زمینی میشه، برای همین زیاد چیز مهمی نیست، اونا که بره. و زباله هایی مثلا پاکت چیپس، پفک، بستنی، الان دیدم طرف میکنه تو درخت، تو شاخه، لا برگا، یعنی این یه چیز روتینیه. یا وقتی که کارهای ساختمونی میکنن، خب پاکت سیماناشونو میذارن همونجا. حتی اداره برق، چون الان اداره برق اومده داخل خیابون ما، نزدیک 6-7 تا تیر برق اضافه کرده، بعد اونجایی که کندن سیمان پر کردن پاکتاشونو گذاشتن همونجا. بعد چی میشه؟ بعد باد میاد اینا رو میزنه، جابجا میکنه. دور تا دور اینجا مثلا خیابونای ما اصولا 2 طرفش بوتای تمش زیاده، بوتای تمش تیغای این شکلی داره، اینا میرن اون لا گیر میکنن، نه کسی دیگه درشون میاره، نه دیگه باد میتونه جابجاشون کنه، کثیفی هی جمع میشه و میشه زباله ای که میبینید، زباله دونی ای که میبینید. آره، یا مثلا پلاستیک خیلی مثلا چیز عادیه که ول کنیم، بعد خب این باد اینو جابجا میکنه، گیر میکنه اینور اونور دیگه. و وقتی که از فصل بهار و تابستون که همه جا پر برگه، همه جا سرسبزه، میگذریم به یه طبیعت
پر از زباله‌ای میرسیم که واقعا چندش آوره، واقعا چندش آوره. و این واقعا ربطی صرفا به مسافران نداره، مسافرها توش دخیل هستن. خب یه سری مسافر داریم که دور از جون شمایی که میشنوید گوساله ان، گوساله، یعنی صد رحمت به گوساله، چون گوساله بالاخره هر کاری میکنه واسه طبیعت مفیده، ولی خب اون مضره و متاسفانه خانواده‌اش نتونستن درست تربیتش کنن. میاد میره داخل جنگل، دیدم به چشم آویزون میشه به درخت تو جنگلی که همینجور پا تا هر جا میذاری شاخه خشک، شاخه کنده شکسته افتاده، آویزون میشه به درخت. عین گوریلنگوری شاخه رو میکنه، زیر همون درخت آتیش روشن میکنه، بعد زباله هاشو میذاره زیر همون درخت، بعد خبر پیشرفتش ایشالله خدا بزنه تو کمرش ول میکنه میره. کی باید جمع کنه؟ پدر سوخته کی باید جمع کنه؟ ما باید جمع کنیم. یا الان تو همین روستایی که ما هستیم الان نزدیک 1 سال سطل زباله ها رو جمع کردن. چرا؟ چون سایت رو میخوان ببندن، فلان، بودجه نداریم، اینو نداریم، اونو نداریم. این که با هیچی میان داخل دهیاری و با شاسی بلند و با خونه و گاوداری و فلان و اینا میرن بیرون و که ما کاری نداریم، حالا به ما ربطی هم نداره، ولی میگن بودجه نداریم، نمیدونم نمیذارن، فلان نمیکنن. در صورتی که روستای بغلی ما سطل زباله داره و زباله هاشون رو جمع میکنن و روستای ما رو جمع نمیکنن. بعد اون سری من خب بالاخره کافه دارم دیگه، زباله های خونه رو بهتون میگم چی کار میکنیم، ولی زباله های کافه رو خب ما نمیتونیم کاریش بکنیم دیگه، به خاطر اینکه اینجا کافه است، بغلی من یه تولیدی لباسه و من نمیتونم آتیش بزنم نه کاری بکنم. من مجبورم که هر سری 400-500 هزار تومن پول وانت بدم. یه وانتی هست تو این به قولی سایت زباله آشنا داره، زباله های منو بار بزنه ببره اونجا خالی کنه که مبادا به طبیعت آسیب بزنه. ولی خودشون که براشون مهم نیست، ولی خب میگم غیر بومی اینجوری هم داریم که مثل خودم. زباله های ما وقتی بیرونه خب اینجا سگ و مگ و اینا زیاده، نمیانم عقیمشون کنن، میان پاره میکنن یه وقتایی. بعد رفتم به یارو میگم که آقای فلانی، حالا این دیار میاد اینجا میشینه، بهش بگو که به فکر این وضعیت هم باش، صرفا نه بشین همینجا برا خودت به قولی چش کن. ما چیکار باید بکنیم؟ بعد میگه برچی؟ میگم ما زباله‌مون رو ما میذاریم بیرون تا میخوایم ببریم و اینا میان پاره میکنن. برگشته میگه که میگه زبالاتو میذاری بیرون. گفتم نه میخورمشون، ولی خب این سری معدم پر بود، سیر بودم نتونستم بخورم، یه مقدارش موند. این چه سوال احمقانه یاخه. خب معلومه که میذاریم بیرون که جمع بشه بتونیم ببریم. بعد سگا میان پاره میکنن تو کل کوچه پخشش میکنن. هیچ خری هم نیست که به داد ما برسه. و میگم اینم از اون قسمتاییه که شما نمیبینید، شما در جریانش نیستید، ولی این داستان زباله خیلی داستان داغیه. میگم صرفا هم این نیست که وای بومی وای غیر بومی، به این ختم نمیشه، مشکل زیرساختیه و تنها کاری که ما هم میتونیم بکنیم این 2 کاریه که بهتون میگم. خب یعنی 3 کار شاید بشه، ولی این کار بهتون میگم و انجام بدید که شما حداقل انسان بهتری باشید و کمتر آسیب بزنید به طبیعت. بریم سراغ 3 راهکاری که بهتون میدم که شما انسانهای بهتری باشید و زباله کمتری بریزید. 1. داستان این که بریم داخل جنگل بعد مثلا زباله هامونو کیسه کنیم آویزون کنیم به درخت و فلان، اونا رو کلن فراموش کنید، به خاطر اینکه شاید شغالا و سگا و حیوانای اینجوری دستشون به اون نرسه یا پوزشون به اون نرسه، ولی خب پرنده ها میرسه، پرنده ها اونا رو پاره میکنن میریزن پایین، اونا هم پخشش میکنن و شمایی که اون زباله ها رو بردی اون بالا قطعا شرایط این که برش گردونی پایینم داری دیگه. زباله ها تو کیسه که میکنی بردار با خودت ببر دیگه، بس حالا میگه چقدر جا میگیره اصلا ازت که بخوای اونجا ولش کنی. 2. اگر محل اسکانتون یه جایی مثل اینجاست که حیات داره، حالا نه صرفا انقدر حیات،
حیات داره. میتونید یه چاله کوچیک بکنید، پوست تخم مرغ، پوست میوه ها، چیزای خوراکی که تبدیل به کود میشه رو یه چاله کوچیک بکنید. حالا نیازی زیادم عمیق باشه، اینا رو بریزید اون تو و روش خاک بریزید که اینا تبدیل به کود بشه به مرور زمان. اما به هیچ عنوان همینجوری ولشون نکنید، به خاطر اینکه درسته اینا تجزیه میشن ولی خب ظاهر زشتی دارن، تهی زبالن و اون محیط رو زشت میکنن، اصلا قشنگ نیست به هیچ عنوان. 3. حتما زباله های تر و خشکتون رو از هم تفکیک کنید. زباله های تر رو که گفتم یه جا چال کنید که تبدیل به کود بشه، نریزید این ور اون ور، تاکید میکنم. زباله های خشکتون رو که حالا میشن بطریا، کیسه ها، قوطی ها، اینا رو جمع کنید یا بدید به یکی که کار بازیافت میکنه، این دکه های بازیافت مال شهرداری، یا اینکه سر راه دارید میرید یه جایی که سطل زباله هست بندازید اونجا. خب رهاشون نکنید، به خاطر اینکه بعد از شما هیچ کس اینا رو بر نمیداره از کنار جاده ها، از توی فنسا، از توی تیغا، هیچکی دست بهشون نمیزنه و این طبیعت رو از بین میبره. یه نکته مازادم که میخوام بهتون بگم اینه، هر جا که دیدید کنار خیابون زباله هست، زباله هاتون رو نذارید اونجا، محل جمع‌آوری زباله نیست. یه نفری یه از خدا بیخبری رفته اونجا زباله گذاشته، بعد نفر بعدی اومده دیده گفته خب اینجا جای زباله است دیگه، اونم گذاشتن و کلی زباله اونجا جمع شده، در صورتی که اونجا جای زباله نیست. مثلا تو همین روستای ما چون سطل زباله نیست، خب مسافر که نمیدونه، که میاد میبینه 4 تا کیسه زباله یه جاست، فکر میکنه اینجا باید زباله‌اشو بریزه، میریزه، سگا شغالا میان پاره پوره میکنن، کل روستا رو به گند میکشن. زباله هاتون رو با خودتون ببرید، زباله هاتون رو با خودتون نذارید تا موقعی هم که مطمئن نشدید توی سطلی ننداختید بیخیال نشید. به طبیعت کمک کنید، به آدما کمک کنید. این استان یه جمعیت محدودی رو پذیراه. ببینید وقتی که جمعیت کل استان مثلا 4 میلیون 5 میلیون نفره و توی عید همین مقدار مسافر میاد، خب اینجا از نظر زیر ساختی کم میاره. شما باید کمک کنید، من باید کمک کنم، ماها باید کمک کنیم که این طبیعت از بین نره. دم همتون گرم، نوروزتون پیروز باشه، عید خوبی داشته باشید. اگرم اومدین این طرفا، پیج کافه رو زیر همین پست میذارم، بیاید به ما هم سر بزنید. خیلی دوستتون دارم.